سلام، من آتنام. من دقیقاً 1 ماه بعد از عقدم تمام مهریه‌مو بخشیدم. 314 تا سکه بود. همه دور و اطرافیانم کسایی که میدونستن دوست آشنا گفتن اشتباه کردی، نباید این کارو میکردی، آرمان نمیمونه، هزار حرف. بعد از اون ما خیلی سختی کشیدیم، خیلی زندگی اون بالا و پایین داشت و خب من دوست نداشتم حرفایی که میزنم به واقعیت بپیونده. اما الان از اون موقع 14 سال میگذره و هنوز آرمان کنارم و هیچ کدوم اون حرفا درست نبود، چون آرمان آدمش نبود. با همدیگه همه چی گذروندیم و اینم پسرم، ثمره عشقمون، محمد علی. و خدا رو شکر میکنیم که بعد این همه سال هنوزم کنار همدیگه. حالم خوبه با تو کنار منی، بیقرار تو قرار من.